دوستان عزیز، آنگونه که اگر مرد خصلت‌های زنانه داشته باشد زشت است، زن نیز اگر خصلت‌های مردانه داشته باشد زیبنده نیست. این دو نوع را خالق حکیم آفریدگار یکتا با صفت‌های خاص خود هر یکی را آفریده و زینت هر یکی در آن است که خصلت‌های خود را داشته باشد. زنی عاقله و صالحه هرگز به خود اجازه نمی‌دهد که در خصلت‌های مردی مردان را مزاحمت کند، زیرا می‌داند زینت او، نزاکت او، آبرو احترام او در این است که همچون زن باقی ماند. همچون زن یعنی دارای خصلت‌های زنانه. اما اندیشه‌های فمینیسم و گندری که امروز در عالم غرب حکم فرماست به زنان تلقین می‌کند که شما باید هم قدم مردان باشید، شما باید حقوق خود را به دست آورید، شما از مردان هیچ کمی ندارید. در نتیجه این گونه زنها نمیتوانند عائله درست بنیاد کنند و یا بعد بنیاد کردن عائله نمیتوانند عائله را پابرجا نگه دارند. نتیجه همان میشود که در عالم غرب مشاهده میکنیم که وضع عائله ها بی‌نهایت تباه است و مردم دارند روز از روز از بنیاد نمودن عائله رو میگردانند و جامعه ها به این خطری جدی انسانی روبرو گشته است.